بر اساس قانون نو عفو 6 سال از حکم بزرگمهر یارف وکیل مدافع زندانی کم کرده شده است. یارف سال 2017 با جرم ساختکاری، قلابی و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. خود او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می‌دانند. الهام محمودوف، معاون سردار اداره زندان‌های تاجیکستان، روز 26 نوامبر تطبیق قانون عفو نسبت بزرگمهر یارف را به رده آزادی تصدیق کرد و گفت بر اساس قانون نو عفو قریب 6 سال از حکم بزرگمهر یارف کم کرده شده است. در دادستانی کلی تاجیکستان هم شامل قانون عفو شدن بزرگمهر یارف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت اجرای قانونگذاری در مؤسسه‌های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان به رده آزادی گفتند بجز از بزرگمهر یارف این چنین همکار دیگر زندانی و نورالدین محکموف نیز شامل قانون عفو شده است، ولی مسئولان دادستانی نگفتند که چقدر از حکم نورالدین محکموف را کم کردند. نزدیکان بزرگمهر یارف میگویند درباره شامل قانون عفو شدن او فعلا خبر ندارند. بزرگمهر یارف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمان‌های حقوق انسان از جمله سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که بزرگمهر یارف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگیری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگمهر یارف سال 2015 بعد از اعلان آمادگی به حمایت از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنوع حضرت اسلامی بازداشت شد. او 48 ساله بوده و رهبری کلیگ ادوکات‌های سپر بود که بیشتر به پرونده‌های حساس دست می‌زد.